امروز میخوایم یک تا از نانای وطنی افغانی رو براتون یاد بدیم. طرز تهیه‌اش که به نام آشک گفته میشه. اولین کار از دکان گندنه خریده میشه. گندنه بسیار میده ریزه میشه. وقتی که خوب اوش میکشیم و یک کمک نمک هم میزنید در گندنه و میمونید گندنه تانه حاضر میمونید. و بعد از او خمیر که برای آشک بسیار مهم است خمیر است. باید خمیرتون خوب باشه. طرز تهیه خمیر هم به این صورت است که آرد مندازین، یک کمک نمک او و یک کمک هم روغن. خلاص همینطور خوب مشتش میکنیم به این حالت تا خود به این حالت کشینگی بگیریم. اول کدازینی میگیرین، خمیرتان یک ذره نرم چیز میکنین، چپات میکنین. بعد از او به این طریق در ماشین مندازین. اول از نمره کلان تیرش میکنین، نمره 7. همینطور درجه زده تیرش میکنین. درست؟ باز یک ذره در آرد ایره چیز میکنه. بعد از او در نمره 6 تیرش میکنه. اما تا آستا نمرهش تغییر داده میرین که خود نرم کنه. فیلم بردار صاحب صحیح فیلم بگیره. بعد از او در شماره 5 میاریم میشه. بسیار مهم است که کل از این خمیرتان کلش یک دست همین ضخامت و دبلیش باشه. اگر نه باز آشکتان یکیش نازک میاد یکیش دبل دیگه. خمیر ما را از مابین ماشین خمیر کشیدیم. اینا با یک دونه پیالگک قاعده اینا قدر در روی خمیر میمانیم، فشار میتیم و گرد برش میزنیم به این طریق. اینا استپ بعدیش یک ذره آرد میزنیم که به هم نچسبه. ایناله در هر دانه خمیر ما گرد که اینجا هست داخلش گندنه میمانه. ایناله بایتان نشان میدیم ببینیم یک دقیقه. خب ایناله وقتی اینا را در زن وقت برش زده تفالش که باقی مون تفالش پس اینجا مندازین، این را مشت میکنین، باز پس به اینجا از ماشین میکشین. به این وقت حاضر شد. ایناله در مابینش گندنه میمانه و سرش بخچگه که بسته میکنه. بغلش خوب پچک کنین که وقت دعو جوش مندازین بازی خود باز نکنه. به این صورت باز یک پتنوس میمانیم کلش خوب مقبول میچینه. در ضمن باید من تذکر بدم که در روی پتنوستان آرد پرتین که نچسبه آشکا در روی پتنوس. و مهم هم نیست میگن که گیلاس باشه، یک چیز تیز باشه کمتو کنیم برش بزنه. که میبینیم قرمه است که ما در سر آشک مندازیم. یا هم طرز تهیه‌اش بسیار آسان است. یک 4-5 دانه پیاز میگیرین، دست و پایش میشکنانین، رندش میکنین، توتش میکنین، در دیگ مندازین. خوب که سرخ شده باز بعد از اون گوشت سرش مندازین. باز یک کمک سیر رو مندازین، خوب چرخ میتین. بعد از اون یک نیم گیلاس هم مندازین، یک ذره نمک. دیگه خورا اینجا مادرم نگوشم میگه خودش نمیفهمه چرا نمیخوای قصه شو بگه. کمک کن زرچوبه مندازید، یک کمک بخار میتینشه نرم میشه. بعد از اون وادی آخر دانه خودتون بهش اضافه میکنین، ربتون هم اضافه میکنین، قیمه حاضر میشه. واه تو خوب بوی خوش طعم است. اینجا بسیار قرمه‌قاره که در بکرم سرسدار. دیگه او میمونین جوش بیاید. او تون که خوب صحیح جوش خورد، جوش بلقاس آستا شکار دایش مندازید و شاید 1 دقیقه یا 2 دقیقه بعد میکشینش که آشکتان نشاره. باز اینا رو یک چند ثانیه بعد بایتان نشان میتونم که چی رقم این کارم انجام میشه. بسیار آسان است. آشک موزه شد. اینا رو میکشیمش. یک چلاو صافش رو گاز رو میکنیم. در اون خانه هم دیگه افغان شور سعی میکنن مرا ببخش وطنی کارا میکنن. ایناله میچینیم میشه. به این صورت آشک ما رو مندازیم. ایناله اگر خواستیم بیچینین که بهتر میتونیم بیچینین. اگر دستایتون رو بشورین سر از یا قرمهش میزنین و حاضر به خوردن. ایناله در سر آشکتان هم یک ذره چکه یا قروت که دارین میزنین، سرش هم قرمه را مندازین، انجوی کنین. اینه قرمه ما را منداختیم. اینی را میگن آشک وطنی افغانی، بسیار مزه‌دار و خوش‌طعم و خوشمزه.